فقط داشتم میذاشتم سر به سرت، الان از چشام میافتی ذره ذره. اگه مثل اون میکردم دست به سرت، شاید نمیزدن اونو الان دست به تنت. دار که یادگاری تو تنم جای. میگه اگه مثل اون میکردم دست به سرت، شاید اونا نمیزدن الان دست به تنت. خیلی خوب بود واقعا جملهش، از لحاظ مفهومی دارم میگم. حالا قافیه اینا که اوکی بود، یعنی وزن و آهنگی اوکی بود، ولی مثلا معنایی برای من خیلی جالب بود. میگه اگه مثل اونا، مثلا مثل کسایی که الان مثلا ادعا دارن که دوستت دارن ولی تو رو میپچونن، دست به سرت میکنن ولی تو رو مثلا نگه میدارن، یعنی فیلم بازی میکنن برات. خب میگه اگه میخواستم مثل اونا رفتار کنم، شاید الان اونا نمیزدن دست به تنت، یعنی هنوز مثلا پیش من بود یه همچین چیزی. و این خیلی جالبه به نظرم، واقعا خیلی این اتفاقات تو رابطه میفته. اونایی که حقیقتو میگن، اونایی که رو بازی میکنن زود از چشم میافتن، ولی اونایی که لاشین و به چشم، یعنی تو روت خیلی مثلا اوکیان، اونا همیشه موندگارن.